بیش از 2000 اثر تاریخی ایران در موزه لوور فرانسه نگهداری می شود. اما آیا آثار و اشیاء باستانی که متعلق به ایران است و در موزه های خارجی نگهداری می شود را می توان به ایران بازگرداند؟ یونسکو در واقع کنوانسیونی داره به نام کنوانسیون 1970. افراد عضو این کنوانسیون متعهد هستند چنانچه شیئی مربوط به یک کشور دیگه و یک تمدن دیگه وارد سرزمین اونها بشه به صورت قاچاق، به محض رویت اون رو به اصطلاح ضبط بکنن و به کشور صاحب اون اثر برگردونن. کنوانسیون 1970 که به شمسی سال 1349 به تصویب یونسکو رسیده بیان میکنه که تمام کشورهای عضو این سازمان چنانچه اشیا و آثار باستانی کشورهای دیگه بعد از سال 1970 وارد کشورشون شده باید به کشور اصلی برگردن. آیا تا به حال این کار انجام شده؟ باید بگم بله. نمونهش به صحبت‌های جناب کریم ضابط در موزه لوور فرانسه در مورد اشیاء تمدن جیرفت توجه کنید. ما اینجا دو تا ظرف سنگی داریم، اینها مربوط به جیرفت کرمان هست و اینها ظرفی هستن که چون بعد انقلاب پیدا شدن و همش قاچاق از ایران خارج میشد خیلی هاشون برگردوندن، همش الان اصلاش تو موزه جیرفت هست. یکی دو تا از این شکسته‌هاشو بعداً ایران هدیه داده که تو موزه لوور باشه. بله، اشیاء جیرفت چون پس از کنوانسیون 1970 پیدا شد و به فرانسه قاچاق شده بود، موزه لوور موظف شد این اشیا رو به ایران برگرداند و بیشتر این آثار رو میتونید در موزه باستانشناسی شهر جیرفت ببینید. اما در مورد دیگر اشیا چطور؟ مثلا اشیا و آثاری که در دوران قاجار از ایران خارج شده چی؟ میتوان برگرداند؟ باید خدمتتون بگم کنوانسیون 1970 برای قبل از خودش و به طور مثال دوران قاجار رو شامل نمیشه. همین امر کار را بسیار سخت کرده و دلایل بدتری هم وجود داره، دلایلی مانند اجازه کتبی شخص ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه با اجازه کتبی که به دزدان فرانسوی برای کاوش در ایران داد و دریافت پول در ازای اشیای کشف شده در محوطه ها باعث شد بسیاری از آثار ایران توسط این دزدان فرانسوی که خودشونو باستانشناس میخوندن خارج بشه و به موزه لوور فرانسه راه پیدا کنه که همین اجازه کتبی باعث شده که برگرداندن چنین آثاری خیلی سخت باشه و مذاکره و همکاری داوطلبانه کشور مقصد رو به کار بسیار سختیه اما نشدنی نیست.